یکی از دغدغه‌های مهاجر ایرانی اینه که باید به بقیه که توی ایران هستن توضیح بده که خارج چقدر خوبه. دقت کنید، نه اینکه بگه خارج چطوره یا خوبه یا بد یا حتی متوسط. باید به عنوان یه مهاجر به علاقه‌مندان به مهاجرت در داخل کشور توضیح بده که مهاجرت چقدر خوبه، چه اندازه عالیه، چطوری انقدر بسیار خوبه، آیا خوبتره یا خوب هستن. یعنی گزینه‌ای مثل نه بابا خوب نیست و یه وقت این اشتباه رو نکنی اصلا کنسله. تجربه میگه که 90% خارج نشینایی که سعی کردن به سوال کننده بگن بابا این خبرها هم نیست و اون چیزایی که همه میگن خیلی یا چرت و پرته، یا همون اول مکالمه یا وسطش یا دیگه در بهترین حالت در انتهاش یا بلاک شدن یا رفتن تو لیست اونایی که پیاماشون دلیور میشه ولی سین نمیشه. اون 10% باقی موندن به خاطر این وارد لیست قبلی نشدن که فامیلای داخل نشینشون تعارفی ان کمی. همین یکی از دلایل این قضیه هم اینه که اونی که تو ایران نشسته عادت کرده به دیدن عکس‌ها و پیام‌های بعضن فیک یه سری از خارج نشینا، عکسایی که برای کشته شدن اون دختر عمه رو اعصابه و آب کردن دل خاله خانم و آقدایی و باغ یه فک و فامیلا گرفته شدن و توشون طرف رفته از خارج عکسای تحریک کننده گرفته که مثلا تو خارج استارباکس هست، دخترها اونجا با مای دو تیکه میان تو خیابون نون بخرن، سر راهشون هم که بهت برمیخورن بی خود و بی جهت میپیچن بهت، هی ماچ مالیت میکنن، میگن او مای گاد مای پرشین گاد. پسرای بورو بلندم صف کشیدن برای تور زدن دخترای شرقی تا میرسن بهشون زانو میزنن جلوشون، میگن ویلیو مریمی. تازه تو خارج صبح که از خواب پا میشی یه شات ویسکی رو با ودکا قاطی میکنی، روشم جین تونیک میریزی، باهاش قرقره میکنی که دندونات سالم بمونن. تازه اونجا پیتزا هات هست، مکدونالد، وای مکدونالد و KFC رو که نگم برات عزیزم، اینا تو خارج حتی از میدون تقسیم و بلوار استقلال استانبول هم بیشترن. زبان و اینا هم که اصلا مشکلی نیست. اینجا نه همه خودشون سفید و ککوپیسیان، همشون عاشق ما خاورمیانه یا یه سبزه و تو دلبرو هستن، میخوان با ما ارتباط بگیرن، زبان نمیخواد که. اصلا پشم دستای پسر ایرانی رویای دخترای اروپاییه، اصلا فرم لگن و اخم و نجابت شرقی دخترای ایرانی آرزوی هر اروپاییه. تازه ما کوروش کبیر و تخت جمشید هم داریم، اونا چی دارن؟ تازه هممون هم یه نوه خاله عموزاده چیزی داریم که اصلا ناسا رو شاخش میچرخه و اگه امروز از ناسا بیاد بیرون ایلان ماسک میگه بیا من تسلا رو بزنم به نام دلاور مشرقی. سوالی که پیش میاد اینه که اگه ما انقدر خفنیم چرا انقدر خودمون رو جر میدیم که بیایم تو اونا؟ اگه اونا انقدر بدبخت بیچارن چرا اونا خودشون رو جر نمیدن بیان تو ما؟ بنابراین مهاجر خوب مهاجریه که تو واتساپ و اینستاگرام خوشبخته، مهاجریه که یاد گرفته موقعی که همخونه اسپانیاییش یه جوری رفته عنایت کرده به توالت که آتش نشانی باید بیاد بازش کنه، عکس رستوران لاکچری بذاره بگه life is beautiful and wonderful. مهاجری که با وجود بوی شاش تو ایستگاه مترو ولی به فامیل بگه اینجا متروهاش بوی آزادی میده، بوی کرامت انسانی، بوی عشق. گرفتار شدیم به خدا.